در فرودگاه کلتوف شهر اکاترینبورگ روسیه از باگاج یک مسافر پرواز خوجند اکاترینبورگ 60 کیلو لباس و آرایشات و بیژوتری یافتند. خدمات مطبوعاتی باجخانه منطقه اورال گفت شهروند تاجیکستان میخواست اینقدر لباس و آرایشات برندهای معروف ولی ظاهرا قلبکی را بدون اعلامیه گمرکی به روسیه وارد کند. بنا به اطلاع نشر شده از باگاج شهروند تاجیکستان لباس و رویمال، خلطه و دیگر پوشاکی های برندهای معروف، همچنین انگشترین و دستپانه ها، چراغ ها و دیگر محصولات یافت شده است. بعد بازداشتش این مسافر گفته است که این مال ها را در بازار شهر خوجند خریده میخواست در بازار اکاترینبورگ به سودا زده یگان سوم درآمد به دست بیارد. او اعتراف کرد که نمیدونست که چنین مقدار محصولات مال تجارتی به شمار میرود و باید در باجخانه برایش اعلامیه گمرکی پر میکرد. اما کارمندان باجخانه کلتوف این توجیه او را نپذیرفتند. سردار باجخانه فرودگاه کلتوف سرگئی بارویک گفت قاعده های از مرز گذراندن محصولات هم در سامانه خدمات فدرالی گمرک روسیه و هم در دیوار معلومات در منطقه نظارت گمرکی در فرودگاه نیز نشر شده است. تمام 60 کیلو بار این مسافر را گرفته به تشخیص بردند. این تشخیص در برابر عریضه مال ها باید این نقطه را هم معلوم کند که آیا این مال ها اصلی اند و یا نسخه های قلبکی برند های معروف. به شهروند تاجیکستان برای قاچاق همچون جزا و جریمه به مبلغ معادل از نیم تا 2 برابر نرخ مال های از او گرفته شده تهدید میکند. اگر تشخیص همچنین قلبکی بودن مال ها را معین کند برای پنگ کردن محصولات قلبکی یا کانترفکت او را میتوانند علاوه جزا دهند.